سلام و درود. امروز یک شنبه هستش. هر هفته یک شنبه ها در کانال یوتیوب تحلیل و دیدگاه معاملاتی بیت کوین رو خواهیم داشت. از تایم فریم ماهانه شروع می‌کنیم به بررسی. تایم فریم ماهانه نسبت به هفته گذشته اتفاق خاصی نیفتاده. توضیحات بیشتر رو اگر می‌خواید به صورت کامل متوجه بشید، بهتره که یه دقیقه اول ویدیوی هفته گذشته رو ببینید. بریم بر تایم فریم ویکلی. در تایم فریم هفتگی هم ما یک اینساید بار ثبت کردیم، یعنی اگر دقت بکنید کندلی که تشکیل شده داخل کندل ماقبل هستش و ما تقریبا 3 هفته است که داریم رنج میزنیم. این رنجی که اتفاق افتاده خب مقدارش به خاطر دیدگاه برگشتی بود و مقداری بیطرفی بازار بودش. ما فاندینگ ریت رو داشتیم روز پنجشنبه هفته گذشته اعلام شد و ما 25% کاهش نرخ بهره رو داشتیم. با پیش بینی درستی هم که داشتیم این قضیه رو گفته بودیم که احتمالاً 90%، حالا بعضی جاها من تو ویدیوها 100% هم استفاده کردم که کاهش نرخ بهره رو داریم. خب کاهش نرخ بهره اتفاق افتاد و پاول هم یه سری صحبت‌های خیلی به نظر من پیش پا افتاده‌ای کرد که آره ترامپ اونقدری تأثیر نداره روی نرخ بهره و نرخ بهره بر اساس داده‌های اقتصادی و بر اساس نرخ بیکاری و المان‌های دیگه تعیین میشه، مستقل داریم عمل می‌کنیم و از این صحبت‌هایی که مثلا تأثیری نپذیرفته از ترامپ و سیاست‌های مالی از سیاست‌های کشور مجزا هستش. ولی که خب هممون میدونیم که ترامپ تهدید به تعویض رئیس بانک مرکزی کردن. حالا این حاشیه رو اگر بذاریم کنار، برسیم به بطن اصلی قضیه. چه اتفاقی افتاد؟ اتفاقی که افتاد نرخ بهره آمریکا کاهش پیدا کرد و ما یک صعود خیلی عجیب غریب توی یورو، پوند و سهام‌ها و طلا دیدیم. یعنی اگر شما برید چارتای اینا رو نگاه بکنید که همین الان میتونیم الان به سری بهشون بزنیم. از وقتی که نرخ بهره اعلام شد، ما مثلا دارم میگم سهام داو جونز رو نگاه بکنیم، نگاه بکنید چه صعودی اتفاق افتاد. البته این ویکلیه، بازم هفته سقف تاریخی زد دیگه. این تو 2 تا هفته گذشته یا هفته گذشته حداقلش اینه که نگاه بکنید چه صعودی رو انجام داد. حالا کاری به این ریزش اخیرش نداریم که خب حالا سر فرصت تحلیل خودش در موردش صحبت کنیم. یا حتی طلا هم همین اتفاق افتاد، رفت طلا هم حالا اصلاح کرد ولی بالاخره کار خودش رو کرد، به سقف تاریخیش ریاکشن نشون داده ولی صعود رو انجام داد. پوند هم همینطور. ولی بیت کوین نه. بیت کوین برخلاف تمام کارنسی پیرهای دیگه اتفاق خاصی رو رقم نزد و این نشون میده که همچنان فشار فروش روش زیاده و حقیقتا اگر بخوام صادق باشم خبر زیاد خوبی هم نیست. بخوام یک جمع‌بندی داشته باشم از منظوری که دارم، ببینید نرخ بهره کم شد، شاخص دلار و ارزش دلار به شدت ریخت. خب خیلی از کمپانی‌ها و خیلی از افرادی که داراییشون رو به خاطر تورم، به خاطر سیو سرمایه و اینکه بخوان پولشون رو سیف نگه دارن، دلار نگه می‌دارن. ولی وقتی دیدگاه این هستش که دلار میتونه ضعیف بشه، پولشون رو تغییر میدن به ارزهای دیگه مثل طلا، مثل سهام که خب دیدین دیگه چه رشدایی کرد. و بازم اشاره میکنم اون اصلاح کوچیکی که دارید میبینید ریاکشن به سقف تاریخی طلا بود. یا خود داو جونز یا خود S&P انقدر صعود کردن که اون ریزش اونقدر به چشم پول بک دیده بشه. ولی بیت کوین اتفاق براش نیفتاد، برخلاف چیزی که خب به انتظار میرفت که بیت کوین بهتر بتونه به سمت بالا بره، نرفت و تمام زوری که به نظر من داشت انقدر بود، این سی پی بود که وجود داره. کانتکست هم که نزولیه، پس همچنان به نظر من ما میتونیم اعداد پایینتر رو ببینیم و بیشترین و مهمترین ناحیه‌ای که داریم هم ناحیه‌ای هستش که خب هفته پیش هم در موردش صحبت کردیم. تایم فریم دیلی رو داریم، صحبت‌های خوبی فکر می‌کنم در خصوص با دیدگاه‌های سیاسی و اخبار شد که البته توی ادامه در پست آینده و ادامه هفته خیلی مفصل‌تر هم در موردش صحبت می‌کنیم. ما ناحیه دیلی نداریم در پایین، تقریبا با این شادوها همه رو استفاده کردیم. یه ناحیه اینجا داریم که این هم استفاده شده است، حالا نمیدونم چرا رسم شده، یه بار بذارید چک بکنم. بله
حتی این هم استفاده شده. آها، اینو تازه کشیدم. ولی یه عرضه اینجا ساختیم. این عرضه مهمیه برای بیت کوین که شاید نبینتش ولی میتونه ساپورت پایینش رو ببینه، یعنی محدود 85,000 دلار رو میتونه ببینه. ولی اگر سناریو تغییر کرد و ما اینجا رو بریک کردیم، میتونیم تارگت بعدی بیت کوین رو 96,500 ببینیم. یه نکته ای و یک پرانتز خیلی مهمی اینجا باز بکنم: آدم عاقل و آدم حرفه‌ای به دنبال تک سناریو نیست. تریدری نیستش که بخواد قمار بکنه و بگه که طلا از همینجا میریزه، طلا از همینجا میره بالا. ما آمار و احتمالات داریم، ما نواحی عرضه و تقاضا رو داریم، ما سناریو نویس هستیم و بر اساس سناریوها، بر اساس گرفتن تریگرها و شواهد، تصمیمات خودمون رو میگیریم با مدیریت سرمایه و همه اینها پکیجی میشه که بهش میگم پلن معاملاتی که به صورت خروجی به شما سود بده. خواستم اینو اینجا بهتون یادآور بشم که اگر میگم اگر اینجا رو دید فیلیپ شد اینجا رو ببینه، یاد بگیرید که سناریو نویسی، سناریو چینی رو بخواید کار بکنید. من دقیقا فکر کنم روز جمعه بود که برای طلا 2 تا سناریو داشتم که یا سقف تاریخیش رو بریک میکنه یا ریجکت میکنه، که وایسادم باشه، یعنی 1-2 ساعت وایسادم ببینم طلا چی کار میکنه و تریدش هم گرفتم. حالا اینجا الان اصلا درس این نیستش که بخوایم در خصوص با اینا صحبت بکنیم، ولی کن اینجا رو نگاه بکنیم. تو تایم 1 دقیقه فکر میکنم تریدش کردم. بعد از اینکه طلا، بله دقیقا همینجا، بعد از اینکه طلا رسید به ناحیه عرضه، هی بازی کرد، ولی با این حرکت بریکی که کرد، من از اینجا به بعد فقط فروشنده بودم و خب ریوارد خودم رو گرفتم و سود خودم رو گرفتم و از بازار اومدم بیرون. سناریو نوشتن، سناریو داشتن خیلی بهتره برای اینکه شما محافظه کارانه تر به سمت جلو میرید. بریم سراغ تحلیل بیت کوینمون و درس تریدمون رو بذاریم کنار. تایم فریم 4 ساعته هم به لول هاش رو مشخص بکنیم و تحلیلمون رو تموم بکنیم. در تایم فریم 4 ساعته هیچ لولی از هفته قبل تا حالا نداریم. چرا؟ شادوهای رو به بالا و پایین تمام نواحی رو، جمع‌آوری سفارشات رو انجام دادن. یعنی من اگه بخوام ناحیه‌ای هم رسم بکنم، ناحیه پاکسازی شده، پس رسمش نمی‌کنم. من اگه بخوام این دیمنت رو بکشم، با این شادوها کل دیمنت اینگالف شده. دیمنت بعدی رو بکشم، با این شادوها این دیمنت اینگالف شده. سوپلای هایی هم که بالا هستن هم همینطور. پس ما یک گره معاملاتی مهم اینجا داریم. اولین ناحیه دیمنت پایین که برای ما مهم هست و اولین سوپلای مهم قیمت هم این گره افتیاری هستش که مومنتوم خیلی خوبی هم برای ریزش داره که ما میتونیم صبر بکنیم بازار دوشنبه باز بشه فردا و ترید های خودمون رو از سر بگیریم. امیدوارم که براتون مفید بوده باشه. اگر براتون مفید بود و لذت بردید، لایک و سابسکرایب یادتون نره. این کار به من انگیزه میده تا وقت بیشتر و انرژی بیشتری روی تحلیل بذارم. ممنونم از شما. روزتون بخیر باشه.